بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی قدر، موضوع امروزه ما در باره مهمان است که ان شاء الله به نزدیکی مهمان ما می گردد. این هم باشد ماه مبارک رمضان است و از الله منان دعا کنیم که خداوند ما را برسیدن به این ماه مبارک نصیب بگرداند و این ماه که ماه جبران گناهان است نصیبمون بگرداند که گناهان خود را در این ماه بشوییم. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که معلم بشریتن، در یکی از حدیث های گوهربارشان برای کسانی که قدر و قیمت این ماه را می دانند و با اخلاص و ایمانشان از این ماه استفاده میکنند، ببینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث گوهربارشان برای ما کدام مژده را بیان کردند. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. در این حدیث گوهربار که حدیث صحیح است، متفق علیه است، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای امت این مژده را میدهند و میفرمایند که اگر ماه مبارک رمضان فرا میرسد و هر مسلمانی که این ماه را روزه میدارد از روی ایمان و اخلاص، از صمیمیت و به خاطر خداوند، نه به خاطر ریا، و این چنین به امید اجر و ثواب اگر روزه میدارد، خداوند گناهان گذشته اون را می بخشد. دوستان گرامی قدر، در این حدیث گوهربار پیامبر خدا ببینیم که چند عمل را از کسانی که روزه میگیرند طلب میکند. یک این که روزه‌دار باید که از اخلاص کار بگیرد، نشود که در روزه خود به سبب روزه داشتنش کسی را آزار بدهد، بلکه از صمیم قلب با اخلاص با امید اجری که خداوند برایش عطا می‌فرماید با این صمیمیت روزه را بدارد. و معلوم که کمی تلاش می‌خواهد، کمی سعی می‌خواهد، زیرا که این مژده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مژده اندک نیست، بلکه ببینیم میگوید که گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود. پس دوستان گرامی قدر، برای هر یک مسلمان ضروری است که در این ماه کوشش کند که آزار نفر دیگر نشود. در این ماه کوشش کنیم که از غیبت و دروغ و از بهتان و از سخنهای بیهوده خود را دور بگیریم، تا اینکه این ماه برای ما ماه باشد که گناهان ما در این ماه بخشیده شود. دوستان گرامی قدر، این ماه بزرگ است و وعده که پیامبر خدا اینجا کردن برای گناهان صغیره است که هر گناه صغیره که از بنده رخ میدهد، خداوند به سبب این که با ایمان و اخلاص روزه بگیریم، خداوند ما را میبخشد. پس دوستان عزیز، برای گناهان کبیره باید که توبه کرد. شرط است که برای گناهان کبیره خود توبه کنیم و این ماهی هست که میتوانیم هم جبران گناهان صغیره ما، گناهان خرد ما گردد و هم جبران گناهان کبیره. ببینیم که در حدیث دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زیبا می‌فرمایند که کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین توابون. هر فرزند آدم صاحب خطا هست، از هر فرزند آدم نقصان و خطا سر میزند و بهترین خطاکار پیامبر خدا گفتند نفر است که در برابر خطا و نقصان خود توبه میکند. پس این ماه می شود گفت که ماهی هست که می توانیم هم برای گناهان صغیره خود کار کنیم، توبه کنیم، کوشش کنیم، و هم برای گناهان کبیره. و امید داریم از خداوند که اگر این هر دو یک جور شود و در این ماه مبارک هم خداوند گناهان صغیره ما را ببخشد و هم گناهان کبیره ما را. و توبه را در این ماه مبارک زیاد کنیم، تلاوت قرآن، از بیهودگوی خود را دور بسازیم، تا اینکه پاداشی را که پیامبر خدا اینجا بیان کردن برای ما نصیب گردد. الله یار و مددگار.